نامش هادی گلبارویی، معروف به هادی گلبارون، گندلات و بزن بهادر مشهد بود. میگن تو زندان وکیل آباد مشهد هنوز تختشو به عنوان یادبود و درس عبرت خالی گذاشتن. تو عصر نبود مجازی و ویدیو و درگیری های نامردی این روزها رو در رو وای میستاد که کسی نمیتونست تو چشاش نگاه کنه. وسط استوری های جنگی و فیک این روزهای اراذل با 21-2 سال سن کسی جلودارش نبود و کلی پرونده شرارت و درگیری داشت. زندان وکیل آباد زیر دستش بود و گاردهای زندان آسی شده بودن ازش، نمیتونستن مهارش کنن. اما کسی جرئت نمیکرد دست از پا خطا کنه. میگن وقتی گارد میاد تو کالیدور زندان نباید دم دست باشی وگرنه دست و پات شکسته و با لگد و چماق تو سرت ادبت میکنن. اما اون کاری کرده بود که همون گاردی ها فرار کنن تو کالیدور. میترسیدن یهویی کلیه و شکمشون سوراخ بشه و بیفته تو دستشون. یه بارم همونجا مامورای گارد با شوکر و تیر بیهوشی و باتوم و اسپری فلفل از پا انداختنش، اینقدر غیر قابل مهار بود. هادی گلبارو بچه یه پررو و تخس وسط تبعیدگاه وکیل آباد مشهد گلادیاتور شده بود. یه تیزی تو زندون ساخته بود که وقتی سرش واسه درگیری و دعوا درد میکرد میکشیدش رو نرده های بند و میگفت هر کی با من مشکل داره بیاد جلو، اما دریغ از کسی که بتونه تو چشاش نگاه کنه. پنجشنبه ها جلوی بندی که بود صف میکشیدن که سهمیه بی‌ملاقاتی ها رو بده. از گردن کلفتای زندان تلکه میکرد و میداد به بی‌ملاقاتی ها و دستنگای زندون و هوای خیلی ها رو هم داشت، اما تو ذاتش خلاف بود و یه جورایی کله خراب بود. سال 1389 اینقدر دایره زندان ها اقدامات امنیتی برای مهار هادی انجام داده بودن که آخر سر هم خودشون مجبور شدن رضایت شاکیاشو بگیرن و دیهشونو بدن و هادی رو از زندان آزاد کنن که فقط از زندان بره بیرون. وقتی از زندان آزاد میشه میفته دنبال کسایی که پشتش حرف در آوردن و یکی یکی گیرشون میاره و خرابشون میکنه. اما قرصی شده بود. مصرف قرص و مشروبش انقدر زیاد شده بود که مغزش رو تعطیل کرده بود و اراده رو ازش گرفته بود. سال 1390 درگیری و شرارتش دوباره شروع میشه و تو درگیری با یه اراذل به نام سید علی معروف به علی گربه نزاع بینشون شکل میگیره و هادی با تیزی اونو میزنه. اونم از روی کینه باهاش قرار میذاره و میکشونتش سر قرار با یه ماشین نیسان از پشت زیرش میکنه و بعدش وقتی میفته رو زمین با تیزی و تبر میافتن به جون هادی گلبارویی و تا میخوره میزننش. هادی گلبارویی که حالت عادی نداشته و مست بوده اصلا حالیش نمیشه که چه اتفاقی واسش افتاده و تا اومد به خودش بیاد دید جونی نمونده که بخواد بلند شه و همونجا جونش رو از دست میده.